میته روی نفوذ را بسته، هر راه ممکن را دارم میازمای. عتیق مختار پهلوان خودش را به نزدیکی دایره حلال رسانده، ولی اجازه پیشروی را بیشتر از این نمیده. میخواد حسب عتیق مختار منحرف بکنه و موفق هم به این کار میشه. پهلوان عبدالرشید به نمایندگی از تخار گساله به بیرون رفته. ابراهیم ترکمن از بازیکنان دو تیم دعوت میکنه که باید به دایره مرکزی گساله را قرار بدند و از اون منطقه بازی را پیگیری بکنن. فرار جانانه، فرار پرسرعت عتیق مختار پهلوان اینجا رفت تا روی یک چرخش تاکتیکی پهلوانان تخار را فریب بده، ولی عبدالرشید مانع امتیازگیری او شد. اجازه امتیازگیری را برای بار دوم نداد. برای عتیق مختار اجازه نداد که دبل خودش را کامل بکنه. گساله به نقطه مرکزی قرار داده شده. بازی به گونه جیگ به جیگ باید راه اندازی بشه. یکی از بدخشان، یکی از تخار. عبدالرشید در مساف با حاجی اکبر. حاجی اکبر موفق تر هست. بازیکن بیرون مرزی بدخشان گساله را در اختیار داره. یاران بدخشان او را پوشش میدن، مخصوصا نجیب از او پاس میخواه. حاجی اکبر گساله را در تقوم خودش قرار داده به سمت دایره حلال. آیا امتیاز دوم در راه هست؟ دیوار دفاعیش گرفته، اجازه پیشروی را نمیده و دفاع پرشمار تخار را شاهد هسته. میره که روی حرکت های تاکتیکی حاجی اکبر امتیازگیری کنه. فرصت موقعیت برای بدخشان هست. آیا امتیاز دوم در راست؟ و بازم یار شماره 9 تخار خالدار اجازه پیشروی را نمیده. خالدار دست خودش را گیر داد به گساله و اجازه پرتاب را نداد به حاجی اکبر پهلوان. 10 دقیقه تا پایان نیمه اول. چه بازی بود این بازی! مثل برق بازی پرسرعت گذشت. 10 دقیقه تا پایان کار. چهره ابراهیم ترکمن را در تصویر میبینیم. بازی متوقف هست. چهره روح الله قیومی روز گذشته عملکرد فوق‌العاده عالی داشت در ترکیب بدخشان. 1 گل 1 پاس گل. نجیب مختار به او پاس داد، او گل زد. نجیب مختار گل زد، روح الله قیومی به او پاس داد. 1 گل 1 پاس گل نجیب مختار، 1 گل 1 پاس گل روح الله قیومی. بازی به گونه جیگ به جیگ مجددا از سر گرفته میشه. به اصطلاح بزکشی حلال کرد. بازم نجیب مختار گساله را از زمین بلند کرده. فرصت برای نجیب هست، میره به سمت دایره حلال، ولی یا تخار پرشمار هست. اجازه پیشروی را به نجیب مختار نمیته. روی او صحنه خوب بلد هست که یاران بدخشان را چگونه متوقف بکنن و اجازه امتیازگیری را نتن. بازم یادآور میشم بدخشان و تخار در همسایگی یکی دیگر قرار دارند و میشه گفت سبک بازی این دو ولایت هم تا اندازی مشابه است. چهره عبدالرشید پهلوان، خالدار پهلوان و چهره عتیق مختار پهلوان بدخشان را در تصویر دیدیم. خالدار هم
بازیکن با تجربه است در ترکیب تخار. حضور پررنگ علاقمندان رشته بزکشی در جایگاه ویژه و همچنان در محل برگزاری رقابت ها. بازی به گونه جیگ به جیگ، خالدار در برابر حاجی اکبر. خالدار موفق خواهد بود یا اینکه حاجی اکبر به نمایندگی از بدخشان؟ تا اینجای کار گوساله روی زمین هست. حاجی اکبر زیرگیری را انجام میده. فرصت برای بدخشان هست، باید یاران خودی او را پوشش بده، مزاحمت ایجاد بکنه به پهلوانان بدخشان، البته تخار، تا اینکه حاجی اکبر بتونه امتیاز گیری کنه به سود بدخشان. ولی یاران تخار خوب بلد هست که چگونه متوقف بکنه پهلوانان بدخشان را. تا اینجای کار خوب مهار کرده چاپاندازان بدخشان را مدافعان تخار. صحنه تکرار را با هم ببینیم. اینجا روح الله قیومی عتیق مختار را یاری میکرد تا گوساله را به جرب برسانه یا بره خط بکنه، ولی پهلوانان تخار اجازه این کار را نداد به عتیق مختار پهلوان. بازی به گونه جیگ به جیگ مجددا از سر گرفته میشه. کمتر از 7 دقیقه تا پایان کار. طبق معمول عبدالرشید به نمایندگی از تخار و حاجی اکبر به نمایندگی از بدخشان وارد زمین شده. عبدالرشید برای تخار گوساله را میره که بلند بکنه، موفق به انجام کار میشه. فرصت برای بازیکنان تخار هست. سیاه پوشان تخار پرشمار به نظر میرسه، باید یار خودی را پوشش بده. ای کار میکنه پهلوان شماره 5 اسماعیل پهلوان. خود عبدالرشید در کنار او اسماعیل پهلوان دیده میشه. بازیکنان بدخشان هم مثل سایه پهلوانان تخار را تعقیب میکنه، ولی موقعیتی که خونسا میشه برای تخار، ضد حمله برای بدخشان، فرصت و موقعیتی که تا حالا از دست نرفته. آیا گل دوم یا گوساله دوم برای بدخشان در راه هست؟ باز هم دفاع جانانه از پهلوانان تخار. چه بازی است این بازی، بازی پر برخورد و دو طرفه، بازی به هیچ وجه یک طرفه نیست. تخار فرق نمیکنه که در برابرش چه تیمی بازی میکنه، مثل کوهپایه های هندوکش در برابر مهاجمان بدخشان قرار میگیره و اجازه نفوذ را نمیده به پهلوانان با تجربه و زبده بدخشان. عملکرد تیم بزکشی تخار در اولین بازی خودش در دور ششم لیگ ملی بزکشی افغانستان در خورستایش است و بدخشان را اجازه نداده تا خلق موقعیت روی این تیم بکنه، بجز از تگ امتیازی که عتیق مختار در همان ابتدای کار به دست آورد. تمام برنامه های بدخشان را تا اینجای کار به خاک یکسان کرده. سیاه پوشان تخار. صحنه تکرار را با هم ببینیم. اینجا باز هم جدال دو پهلوان، اسماعیل به نمایندگی از تخار و گل محمد سعیدی به نمایندگی از بدخشان. گوساله‌ای که به مقصد نرسید، بی‌مورد به بیرون رفت و بازی باید از دایره مرکزی آغاز بشه. ابراهیم ترکمن از پهلوانان دو تیم به بازی کردن دعوت میکنه.
گساله از زمین بلند شده. خالدار پهلوان مرد شماره 9 تخار گساله را در اختیار داره. فرصت برای تخار و اینجا باز هم ابراهیم ترکمن به ویسلش دمید و بازی را متوقف کرد. اینجا خالدار میرفت که روی یک ضد حمله تند و سریع تخاره به اولین امتیاز برسانه، ولی یاران بدخشان اجازه این کار را نداد به خالدار پهلوان. خود حاجی اکبر پهلوان باز هم برای بدخشان گساله را در اختیار داره. فرصت برای حاجی اکبر، بازیکن خطرناکی در ترکیب بدخشان نشان داده. روز گذشته هم عملکرد خوبی داشت در برابر تیم بزکشی بغلان. خود حاجی اکبر موقعیت برای بدخشان برای اینکه امتیاز دوم را کسب بکنه. کار تیمی پاس میده به نجیب مختار. نجیب مختار گساله را در اختیار داره. ببینیم چه اتفاقی رخ داده روی او صحنه و گساله به بیرون رفته. آقای